دانمارک صحبت میکنیم، نه در رابطه با ایرانی که در اون جهنم بود. و بختیار اگر زنده بود امروز خیلی خوشنود بود و میدید که چقدر این توصیهش اثر کرد و واقعا اینطور شد. و آن کسی که آن مسئولیت بزرگ تاریخی بر شور عاشق جبر تاریخ امروز از اون خطی که در 1980 داشت بسیار فاصله گرفته. این و یادمه که زنده یاد شجاعی شفا یکی از کسانی بود که شدیداً با بختیار در این رابطه مبارزه میکرد و چقدر اتهامان رو به زنده یاد شفا زده بودن ولی ایشون آینده رو به درستی شناخته بودن. در رابطه با رادیو فردا، بله درسته، ما هفته پیش در رابطه با سرود ایران صحبت کردیم و بعد اینو مقایسه کردیم، قبلا هم گفته بودیم با مثلا سرود یار دبستانی که سعی میکنن این رو جا بندازن بین جوانان امروز ایران. و این همونطوری که فرمودید فرداش رادیو فردا میاد مصاحبه میشه با آقای منصور تهرانی، سازنده این سرود یا این ترانه یا آهنگ. من قبلا هم گفتم من با ایشون نه آشنایی دارم نه دشمنی دارم. این سرود در یک جایی چیزی بسیار مناسب البته جای به هیچ وجه هیچ چیزی جای سرود ملی ایران نمیگیره. همچنان که میبینیم این روزها که به اصطلاح جشن نمیدونم شعبان نیمه شعبان در ایرانه، همین چند روز پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی نشون دادن که همین سرود ایران رو اومدن ریتمشو داشتن متنش رو عوض کردن در دوم نحوی و همچین چیزایی. درست و من شنیدم. این حکومت بی پشتوانه، این حکومت سعی میکنه که بیاد تاریخ ما رو تحریف کنه، مثلا جشن نیمه شعبان رو جایگزین نوروز ما بکنه و همچون سرودهای رو جایگزین سرود ایران ما بکنه. اینجاست که ملت باید حواسش جمع باشه. دوستی بود زیرکانه مطلبی رو گفت انگار اینایی که در رادیو فردا هستن برنامه‌های شما رو گوش میدن و سعی میکنن بلافاصله بیان بدلش رو بزنن. همچنان که 2 هفته پیش که بخواد که یکی از جوانان در ایران ما در رابطه با مسئله بحرین صحبت کرده بودیم، در رابطه با خریدهای بسیار عالی نظامی ایران صحبت کرده بودیم در اون موقع و 2 روز بعدش رادیو فردا در برنامه‌ای که داره به اسم نمیدونم رهروان مهدوی که به اصطلاح تاریخی روابط ایران و آمریکا آمد ترتیب زد پول میدهیم و اسلحه قراضه میخریم. ترتیب با یک نشریه جدی ژورنالیستیک جدی اینطوری عمل نمیکنه. و بعد از قول یک نفر از کسش نیاورده بود همچین حرف زد که همونطور که فرمودید مصاحبه کردن با آقای امیر طاهری که ایشون خیلی جالب گفتن با اینکه نظامی هم گفتن اگر اینطور بود پس چطور این اسلحه‌ای که 50 و 40 سال پیش خریده بودیم هنوز داره در ایران کار میکنه، هواپیما هنوز داره پرواز میکنه. اونجا رادیو فردا خورد و دم نزد. من از اینها میگم نه درست همیشه اظهار نظرهای ما رو در پای مقالاتشون میان سانسور میکنن ولی میخوام که حداقل مقداری حرفه‌ای‌تر عمل بکنن. در ضمن یک توصیه هم دارم، پول دستشون خیلی زیاده، از لحاظ تکنیکی ایرادی دارن. یک سری از مقالات اینها در کامپیوترهایی که اپراتیو سیستم 7 رو دارن و 0 رو دارن باز نمیشن. پول دستتون زیاده، به کارشناساتون بگیم کمی بهتر عمل کنن. بعد خیلی متشکرم. من اجازه بدید یه جوری رادیو فردا و رادیو فرداها رو رهان نکنم. البته ممکنه یه عده‌ای خوششون نیاد از این که خب چرا اینقدر باعثی که گرد و خاک کرد، گرد و خاک چه عرض کنم، به هر حال باید به ذکر واقعیات پرداخت و مثل خیلی ها مماشات نکرد که آقا حالا ممکن طرف بعدش بیاد، ممکن خب بهش هم مهم نیست. اگر واقعا ما ایدمون اینه که منظورمون اینه که یک راه مستقیم بریم، پس چرا جاده خاکی، چرا زیگزاگ راه بریم، چرا میگن شتر سواری به حالا دلار نداره واقعا. در نتیجه باز من میخوام رها نکنم رادیو فردا رو و برسم به اونجایی که مصاحبه‌ای کرد با شخصی به نام جهانبگلو نامی، اگر اسمش اشتباه نکرده باشم، و ایشون رو یک فیلسوف نامید. یک عجب داستانی است که قصد الرجال تا اینجا اومده که به هر حال حالا امیدوارم که ایشون فیلسوف باشن، منتها فیلسوف باید با درایت، با منطق، با اصول و با یک سری بدون بازی‌های سیاسی که حاکم بر فضای به هر حال یک چنین مصاحبه‌ای هست آقای رادمنش و ایشون در ارتباط با مسئله آشتی ملی داشتن برنامه میدادن، کنسه میدادن، راه حل میدادن، پیشنهادات میکردن. آشتی ملی که اگر به یاد داشته باشیم یکی از همین شکنجهگرهای کهرزک بود که داشت که شکنجه میکرد و اون شخص شکنجه شده بعدها آمد و مطلبی رو عنوان کرد. جالب بود آقای رادمنش. ایشون گفتش که زمانی که من شکنجه می شدم و این من شکنجه می کرد می گفتش که خب من هیچ نگران آینده نیستم، اگر چون چه چیزی هم عوض بشه و ما هم کنار بریم و بعد بخوام مورد محاکمه قرار بگیریم، زمانی است که شما آشتی ملی را میندازید و ما شامل اون عفو آشتی ملی خواهیم شد. ببینید منطق تا کجا بود و امروز رادیو فردا در کجاست آقای رادمنش؟ بله درسته، من این مقاله رو خوندم. شما خوندید؟ اینجا اونجا از این آقای
رامین جهانبرده رامین همینطور آقای فیلسوف نظری نام میبرم. ایشون در این مقاله اومدن مطلبی رو در رابطه با آشتی ملی و بخشایش و بخشیدن اینا صحبت کرده بودن. میگن که از قول داریوش بزرگ پادشاه بزرگ ایران که گفته بود پروردگارا ایران رو از سه چیز در امان داشته باش، یکی قحطی بود، یکی دروغ بود، یکی جنگ بود. حالا باید یک بندی رو به اون اضافه کرد و بگیم روشنفکران ناآگاه، کسانی که خیال میکنن روشنفکر هستن، خدایا ایران رو از گلبند اینها هم در امان داشته باش. باید پاسخ به این آقا که شما از خیلی در اون مقاله خیلی اومدن از خوانندگان مقاله و تفسیرهایی نوشتن که واقعا جواب این آقا رو داده بودن و همچین کسانی رو. شما اگر از بخشایش صحبت میکنید و 1000 تا زمین و زمان رو به هم میبافید که سعی میکنید که یک دلیل بیارید که خوانندگان رو راضی بکنید، فراموش نکنید شما از مارتین لوتر کینگ صحبت نکنید. مارتین لوتر کینگ در ایالات متحده آمریکا بود که حقوق بشر از رؤوس اصلی قانون اساسی اون کشوره. یا از نلسون ماندلا. ببینید ایشون از نلسون ماندلا صحبت نکرد، ولی مسائل نلسون ماندلا رو که فرمودید کاملا درسته. این اولا بخشایش رو و آشتی ملی رو نلسون ماندلا بود که این رو باز کرد در آفریقای جنوبی پس از سقوط آپارتاید. این از بسیار مهمه که فکر کنید. پس از سقوط آپارتاید متاسفانه این بین یک سری رهبران به اصطلاح اپوزیسیون ما مد شده که میان میگن که بله مثلا نیروهای سپاه و بسیج نگرانی نداشته باشن، اینا فردا جایشون در نیروهای مسلح ایران کارشون دارن. خب اگر شما نگید اخطار جدی ندید، اونهایی که همونطور که فرمودید درست بود اون باشه شهری تکون حرف زده بود. ما بگید اونهایی که اومدن و گروه جوانان رو از پسر گرفته رو دختر تجاوز میکنن، میکشن، میدرن، ما از حالا بیان میگیم ما اینا به اینا با اینا آشتی ملی برقرار کنیم، به اینا بخشش بدیم، با اینا مسلح خود رو در میشن. این بدترین استراتژی میشه پیاده کرد. بخشش رو موقعی میدیم که این حکومت کنار رفته باشه، ما در موضع قدرت باشیم و اون موقع آنهایی که قابل بخشش هستن رو میگیم بله شماها جنایت نکردید و شماها بخشیده میشید. ولی چرا بیایم آنهایی رو که جنایت کردن و بدترین نوع جنایت هم مرتکب شدن از حالا دنبال این بریم؟ اینا به نظر من چیزی نیست جز وقت خریدن برای این رژیم و حریص‌تر کردن نیروهای سرکوبگر و درنده در داخل این رژیم. این چیز دیگه اجازه نیست. جناب رادمنش، ما امروز هیچ سری به خاورمیانه نزدیم و با توجه به وقایع اتفاقی که به خصوص دیروز و پیروز آغاز شده بود در تونس، یعنی اون حاکمیت و تسلطی که به نوعی اسلامیست‌ها در تونس پیدا کردن و بعد متعاقب اون مسائل مربوط به اهمیت‌دار مصر و همینطور اگر اشتباه نکنم یک مسئله‌ای که اهمیت داشت و اون استعفای وزیر امور خارجه مصر یعنی آقای محمد العربی بود که اتفاق افتاد و اینها در حال از مسائلی بود که قابل بحثه و این اهمیت این استعفاها با این تغییر تحولات رو میتونیم ما به هر حال روش صحبت کنیم. چقدر وقت دارید تا پایان برنامه؟ تا پایان برنامه دقیقاً 10 دقیقه. تقریبا سعی کنم به این مسئله بپردازم. چون ما یک مثلث رو در خاورمیانه داریم. این مثلث سوریه، لیبی و مصر. در لیبی که همین دیروز پیروز اومدن و حکومت شورشیان رو به رسمیت ساختن به عنوان حکومت رسمی لیبی. این خبر در جهان انعکاس پیدا کرد. ما گرچه در تونس هم همونطور که فرمودید درسته امروز صبح درگیری‌های شدیدی بود بین اسلامگرایان کنگو و پلیس تونس هم ازش نامطمئنه، اما مسئله اصلی باز بر سر سوریه و مصر است. در رابطه با مصر درسته دیروز وزیر خارجه فعلی مصر محمد العربی استعفا داد. او جانشین وزیر خارجه قبلی بود که نبیل العربی نام داشت. نخست وزیر دولت موقت مصر حسام شرف مجبوره که عقب نشینی بکنه. شورای نظامی تحت فشار زیادی اخوان المسلمین و تظاهر کنندگان در خیابانات در 10 روز گذشته ما بیشترین تظاهرات رو داشتیم بر علیه دولت و بر علیه شورای نظامی و متأسفانه دولت موقت تصمیم به عقب نشینی کرده. ما در 10 روز گذشته 2 بار شاهد انفجار خط لوله صادرات گاز نفت به ترکیه، به اسرائیل و اردن بودیم و 4مین بار بود که خط لوله از ماه فوریه به بعد منفجر میشد. اینا نباید از کم گرفت. مسئله جالب حالا بر سر تعویض وزیرهای خارجه است. من اینو مقایسه میکنم با اوایل روی کار آوردن حکومت جمهوری اسلامی و دولت موقت. ما 3 وزیر خارجه رو دیده بودیم که در اون موقع تعویض شده بودن. نخست سنجابی بود، سپس مرتضی بود و بعد از اون
همین ابراهیم یزدی بود و الان می‌بینید در مصر هم این رابطه مستقیم داره با حمایت از حماس و در رابطه با اسرائیل. دستگاهی هستن که میخوان پیمان صلح مصر و اسرائیل رو از بین ببرن و به این علتی که الان خیلی اینو نمیبینن متاسفانه، ولی مثلا اینجا نقطه صفر در اینجا فشار بر وزارت خارجه مصر الان چه کسی بیاد سکاندار اصلی وزارت خارجه باشه. انتخاباتی رو که به قول داده بودن اون یکی دوم عقب انداختن. من آینده مصر رو این نهایت بحرانی میبینم. شبیه اون چیزی اتفاقی در ایران افتاد، حتی میتونه از اوایل آمدن جمهوری اسلامی در ایران این تغییرات در مصر خشن‌تر باشه و شدیدتر باشه. بسیار آینده نامطمئن در مصر که حرف اول رو میتونه در اون رسانه‌ات باقی بزنه. در رابطه با سوریه مسئله جناب استاد یک شور دیگه‌ای الان هست. ببینید رقابت بین ابرقدرت‌ها رو فراموش نکنید. خاورمیانه و شمال آفریقا به دست در اختیار امپراتوری عثمانی بود. وقتی که امپراتوری عثمانی در 1900 در پایان جنگ جهانی اول سقوط میکنه، مستعمراتش نصف میشه، نصفی از اون در اختیار فرانسه قرار میگیره، نصف دیگر در اختیار بریتانیا. یعنی دو قطب پیر استعمار جهان. و این برنامه ادامه داشت. در جنگ جهانی اول آمریکا انگلیسی ها موفق میشن آمریکا رو وارد جنگ بکنن و سودش رو ببرن و باعث شکست ویلهلم دوم امپراتور آلمان بشن. همین سعی رو نخست وزیر بریتانیا در جنگ جهانی دوم وینستون چرچیل که یک روباه پیر سیاست و بسیار با تجربه بود و دارای آینده دینی بسیار قوی بود، سعی کرد با آمریکا بکنه، اما طرف آمریکاییش در او چیره شد. اون کسی نبود جز پرزیدنت روزولت. پرزیدنت روزولت دست چرچیل رو بود و در اینجا می‌بینیم که چرچیل شکست خورد. آمریکا وارد جنگ دوم شد، اما نه به خواست بریتانیا بلکه به خواست خودش. و چرچیل فهمید، روزولت فهمید چرچیل رو از او استفاده میکنه. برای همین بود که سعی کرد که وارد جنگ بشه، اما منافع آمریکا رو حفظ کنه، مانهای بزرگی به دست بیاره و دوم انگلیس رو هم دوم بریتانیا رو قطع کنه. یک درگیری بین فرانسه و انگلیس باشه. وقتی که آلمان ها در 1940 وارد پاریس میشن و فرانسه رو میگیرن، یک قسمت از پاریس تحت تصرف آلمان ها بود که یک قسمت از فرانسه که پاریس پایتختش بود و یک قسمت دیگه از